سلام داشت احمد. خسته نباشی. این همه گفتی دوتا کانتینر بار خالی کردم، دوتا کانتینر بار خالی کردم. کو چی داری به؟ داشت کل در 75 150 پولشون رو داشت. بله 130 کارخونه میده. اینا 3 تا 75 3 تا 75 3 تاش 75. الان یعنی این 3 تا 75 عالی. 75 4 تا 75 3 تاش 75 کل در 75 بزرگا همش 75 کلا. حاج احمد این پادری ها و اینا چی؟ آره پادری هم 75 داشت. خب الان این پادری ها ایناست دیگه، درسته؟ 75 آره بالا 75 چیز نداره داداش. بیار بالا ببینیمشون. خب با عالی رنگبندی کامل داداش. عالی عالی. بعد این سبدا همه 75 تومن. همه چی اینجا 75 تومنیه. مثلا سیخ کباب دارم بستش 75,000 تومان. کوبیده دارم بستش 75,000 تومان. تو بسته چند تاه؟ بستا 4 تاییه 75. آلومینیومی است. عالی عالی. خلاصه داشتم از ترکوندی دیگه. بستا 6 تایی 75 پلاستیکی همه میره. به 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 عالی. الان مثلا اینا رو دارم داداش مثلا 6 تا میدم 75,000 تومان. اینا رو دارم 4 تاش میدم 75,000 تومان. عالی. از این سبدا داریم 6 تا 75 6 تا 75. سبد مینوش داریم 3 تاش 75. این سطل زباله است این بالا؟ آره اون سطل زباله است. از بزرگ تا از کوچیک. بزرگ تا کوچیک. چه عالی. چه عالی. اسباب بازی هم چه داری؟ اسباب بازی مدل که خود است. این شمشیرها رو میدم 75,000 تومان. داداش شمشیر زوراتو برم. گلدون و گلدون وسایل میدم 75,000 تومان. از بزرگ تا هر سایزی که بخوای. این گلدون ها کارخونه داره 150 بیرون میدم. احسنت احسنت. اون صد بزرگا 75 اونجا. عالی. اینا هم که سایز بندیه دیگه. البته دوستان عزیز توجه داشته باشن و اکثر جنسایی که اینجا هست 3 4 تا 2 3 تا 75. یه موقع فکر نکنید مثلا یه چیز کوچولو 75. عالی عالی. سایزهای مختلف. خب بریم سمت این طرف. با رنگ بندی کامل 75,000 تومان. کیسه های مامان خریده اینا. خب بریم سمت این ور. این پارچه کلا همه 75. اینا لوازم آشپزخونه است. سبد و داشتم آقا اینا سبد و لگن و ایناست دیگه، درسته؟ سبد لگن آبکش بیشترشون دو تایی خب 75. خب اکثرا 2 تا 75 دوستای عزیز توجه داشته باشید که 75 در میاد. اینجا یه حاجی ارزونی واقعیه. خب من مثلا این سبد میونه مثلا 3 تاش 75 در میاد. این طرف هم که یه سری پارچ و لوازم آشپزخونه و دیگه سفره بکن جفت 75 در میاد. جانم داداشم باشه بشید. خب این جارو دارم 3 قلوش هم 75 4 قلوش هم دارم 75 بزرگ. جنس هم که همه درجه 1. آره همه یک یا کیکی نداره.